سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بعد از مدت‌ها امروز میخوایم یه ویدیو جالب دیگه بسازیم که درخواست رقیه جون بود. در اصل من از این چیزها خبر ندارم، از این چیزها نمیدونم چیان چطورین، ولی از اونجایی که خوشش اومده میخواست یه ویدیو بگیره و اینکه منم میخواستم ولوگ دورانه اینو بذارم تو چینل خودم. درخواست رقیه هم امین بود که از همون ویدیو بگیر و بذار تو چینل، تو یوتیوب بذار. خب ویدیو امروزمون در مورد چیه؟ در مورد اینه که دوتا لبوبو خریدن، یا اون عروسک چیه دوتا خریدن. ایناش یکی اینه و یکی ایناش، هر دوتا واسه خودشون یکی خریدن، یکی محمد امینه یکی هم رقیه. واسه خودشون لبوبو خریدن، میخواستن اینو انباکس کنند، شما هم ببینید از کدوم مدلش است. قبل از این که ویدیو رو شروع کنیم حتما ویدیو رو لایک کنید و چینل رو اگه ندارید حتما سابسکرایب کنید. و اینو هم بهتون بگم من الان از شهر اومدیم خسته هم، ولی به خاطر رقیه دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. چیه؟ کوکاکولا لبوب. چی که نگتونی؟ بعضشون کردم. بعضشون کردی؟ بله. بعضشون کردی. تا صبر کن بری. خب چی دار اومدی؟ خب اینم از لبوبوی که خریده، خودش میگه کوکاکولاییه. من نمیدونم کوکاکولایی چیه، فقط میدونم کوکاکولای نوشابه است. خب اینم از لبوبویی که در اومده سفیده. الان من اسمشو نمیدونم، نامی چی؟ اسپید نام چی؟ سفید. سفید کوکاکولا. نمیدونم چیه، یه سفید اومده و کوکاکولای داخلشه. یک جاکلیدی هم هست، میتونی همون به کیف بزنی یا جاکلیدیش کنی. الان نمیدونم اینه چیه، شکلشو ببینید، این شکلش چیه دیگه. چیه بعدین؟ چیه؟ شباتی چیه کنه سابستری. اینو که من نمیدونم دوربین نشون میده یا که نه. این چیزی هست که روشنایی بهش بخوره بعد تو تاریکی اینم روشن میشه. من که نمیدونستم ولی خودشون بیشتر بلدن. بریم سراغ دومیش، مال محمد امین، ببینیم چیه اون. بچه که چیه این که مثل این که جنگ داره باش. خب اینم هم مثل همونه، ولی این شیشه، این کوکاکولاش یکم فرق میکنه. این از شیشه ای است و اونم از بوتی. من که از این چیزا سر در نمیارم، ولی این ویدیویی بود که رقیه میخواست بگیره. بعد کلاه هم سرشه. ای کلاه سره؟ این کلاه سرشه، اون کلاه سرش نبود. خب دوستان این بود از انباکس لبوبو. البته من تو ویدیو دیده بودم که لبوبه به شکلهای خیلی زیادی بودن، ولی این لبوبو مخصوص کوکاکولا است که قبلا یه لبوبو دیگه خریده بودیم، اون از همون سیکرت بود چی بود، از همونه بوده، ولی اینایی که الان میبینید اینا مال کوکاکولا است. سیکرت میگه این بود ولی این در نیومده واسه اینا. این دوتا که اینا اینجا هستن، این دوتا بیشتر در میان، سیکرت کم در میاد. این بود از ویدیو امروزمون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید و چینل رو که ندارید سابسکرایب کنید. در آینده انشالله ویدیوهای جالب دیگه میذاریم از ولوگ و از زندگی روزمره و این که بریم طبیعت گردی کنیم، بریم کوههای مریخی یا دریا ماهیگیری. ولوگ های زیادی انشالله در راهه که حتما ویدیو چینل رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم به روی آل بذارید تا که اون ویدیو رو از دست ندید. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.